کشور فرانسه رئیس جمهوری که سالها رئیس جمهور بوده امروز وقتی پای میز محاکمه میره روانی زندان میشه و ویدیویی نشر شد، شاید دیده باشین که زندانی های دیگر او را اذیت میکردن، شب چراغ منداختن روی سلولی که او در اونجا زندانی بود. تویی که تا دیروز دیگران را به زندان میانداختی امروز خودت به زندان هستی. این به معنای این است که در این کشورها قانون حاکم است نه فرد. از خاطر اسلام زدیم، هزاران نفر قربانی کردیم، میلیون ها مهاجر، شهید، معلول، مجروح به جا افتاده که دین باید تطبیق بشه. کسی یاد میده که در این سرزمین یک رهبر، یک وزیر رفته باشه زندان به جرم ایزی که این تخلف کرده، یا اینکه هیچ کسی در این کشور تخلف نمیکنه، همه پاکن، معصومن، هیچ گناهی ندارن. بنان در هر جایی که قانون تطبیق بشه بالای همه، در اینجا امنیت میاد، آرامش میاد، آسایش و پیشرفت و ترقی میاد. ولو که ملحد باشه، بیدین باشه، هر فکر و عقیده‌ای که داشته باشه او به خودش برمیگرده، تمام خوبی ها در اون سرزمین سرازیر میشه.